سلام. برای بافت این برگ به 3 ردیف بافت لوزی احتیاج داریم. رشته های نخ رو دلا می کنیم و به این صورت روش سر میندازیم. به انتهای بافت که میرسیم یک رشته نخ بلند بر میداریم، طوری دلا می کنیم که یک سر نخ کوتاه‌تر باشه و به این شکل سر میندازیم و در طرف دیگه نخ رو میذاریم زیر نخ و از داخل حلقه رد میکنیم. بعد نخ رو میذاریم روی نخ و از داخل حلقه‌ای که به وجود اومده رد میکنیم و به این شکل نخمون رو سر میندازیم. حالا بقیه نخامون رو روی این نخ سر میندازیم و نخ پشت کارمون رو قیچی میکنیم. حالا رشته نخ ها رو ریش میکنیم و اضافهشون رو قیچی میکنیم. ممنون که تا انتهای آموزش با من همراه بودین. لطفاً با لایک و کامنت از من حمایت کنید.